من همیشه به خداوند میسپرم، همیشه دست ایشونه. اگه اتفاق بدی هم زندگیم بیفته، شاید صلاح هم بوده که اون اتفاق بد بیفته که در گذشته برام افتاده. ناراحت بودم، افسرده بودم، چرا برای من اتفاق افتاد. الان میبینم که همون اتفاقای بد اتفاقا چه نعمتی برام بودن. به خاطر این هیچ وقت افسرده نشین از شرایط زندگی. همیشه ایمانتون رو به خداوند داشته باشین، سعی کنین انرژی مثبت بدین، انسان خوب باشین. من راجع به انسانیت همیشه حرف میزنم. انسانیت دوستان و نیت خوب، هدف مشخص، روتین، زندگی سالم و سلامت و پشتکار. بقیه‌اش رو به خداوند بسپارین و نگین در آن روم بسته است. رو خودتون کار کنین.